سلام بچه ها، به کانال کاروان دانش خیلی خوش اومدید. امروز با هم یه سفر فوق‌العاده هیجان انگیز داریم. قرار دور تا دور ایران رو بگردیم و با همسایه هامون آشنا بشیم. پس کمربنداتون رو محکم ببندید که پرواز ما همین الان شروع میشه. سلام به همه پنجم دبستانیای باهوش و کنجکاو. حالتون چطوره؟ آماده این که با هم یه سفر مجازی هیجان انگیز دور تا دور کشور عزیزمون ایران داشته باشیم و ببینیم چه کسایی همسایه ما هستن؟ قول میدم که کلی بهمون خوش بگذره. خب قبل از اینکه سفرمون رو شروع کنیم یه سوال ازتون دارم. یکم فکر کنید ببینم به نظرتون ایران بزرگ و قشنگ ما چند تا کشور همسایه داره؟ ها؟ چند تا؟ یکی؟ دو تا؟ شاید هم بیشتر. آفرین به همه اونایی که درست گفتن. جواب درسته 7 تا. کشور ما ایران 7 تا همسایه خیلی خوب و مهم داره. توی این سفر قراره با تک تکشون آشنا بشیم. 7 تا کشور دوست و همسایه. خیلی خوب. اینم از نقشه سفرمون. ببینید بچه‌ها، این کشور قشنگ ما ایرانه. یه نکته خیلی مهم اینه که ما از شمال به دریای خزر و از جنوب به آبهای گرم مهم خلیج فارس و دریای عمان راه داریم. این یه امتیاز خیلی بزرگه. حالا بیایید ببینیم این کشورهایی که دور تا دور ما هستن کدوم هست. خب مسافرای عزیز آماده این؟ اولین ایستگاه ما شرق ایرانه. جایی که 2 تا از همسایه هامون یعنی افغانستان و پاکستان قرار گرفتن. ما اول به کشور دوست و برادر پاکستان سفر می‌کنیم. خب ما رسیدیم پاکستان. این کشور همسایه جنوب شرقی ماست. میدونید بچه ها، یکی از مهمترین چیزایی که ما و مردم پاکستان رو خیلی به هم نزدیک میکنه دین مشترکمونه. بیشتر مردم پاکستان درست مثل ما مسلمان هستن و دقیقاً به خاطر همینه که کلی فرهنگ و آداب و رسوم شبیه به هم داریم. خب بیایید یه نگاهی به شناسنامه پاکستان بندازیم. این کشور یه جلگه خیلی بزرگ و حاصلخیز داره. حاصلخیز یعنی چی؟ یعنی خاکی که جون میده برای کشاورزی. این جلگه بزرگ به خاطر یه رود خیلی مهم به اسم رود سند به وجود اومده. این رود زمین‌ها رو آبیاری میکنه و برای همینم کشاورزی مخصوصاً کشت برنج و پنبه اونجا خیلی رونق داره. پاکستان یه بندر خیلی مهم به اسم کراچی هم داره. فکرشو بکنید، مثل یه دروازه بزرگ به سمت دریا که کلی کشتی‌های تجاری از همه جای دنیا میان و میرن. و اما فرهنگ پاکستان، وای که چقدر رنگارنگ و قشنگه. اونا صنایع دستی فوق‌العاده‌ای دارن. مثلا پارچه‌های آینه دوزی شده یا فرش‌های دستباف که جالبه بدونید خیلی هم شبیه هنر و سلیقه ما ایرانیاست. راستی ورزش مورد علاقه پاکستانی‌ها هاکی روی چمنه که توش حسابی هم حرفه‌ای هستن. بچه‌های عزیز، اگه تا اینجای سفر بهتون خوش گذشته و دارید چیزای جدید یاد میگیرید، یادتون نره با لایک کردن این ویدیو به ما انرژی بدید تا بتونیم با قدرت بیشتری به راهمون ادامه بدیم. مرسی از همتون. خب از پاکستان زیبا خداحافظی می‌کنیم و با یه پرواز سریع خودمون رو میرسونیم به شمال کشورمون. میخوایم یه سلامی هم به همسایه‌های شمالیمون یعنی ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بکنیم. اول از همه یه سلام بلند به ترکمنستان، همسایه شمال شرقی ما. پایتختش هم شهر اشقاباده. ترکمنستان به 2 تا چیز خیلی معروفه. یکی بیابون بزرگ قره‌گوم و یکی هم اسب‌های اصیل و زیبای ترکمن که توی دنیا به سرعت و قشنگیشون مشهورن. راستی قالیبافی هم یه هنر مشترک دیگه بین ما و ترکمن هاست. قالی‌های ترکمن واقعاً شاهکارن. حالا میریم به شمال غرب ایران. اینجا 2 تا همسایه کوهستانی داریم که توی رشته کوه قفقاز قرار گرفتن. جمهوری آذربایجان و ارمنستان. یه رود خیلی قشنگ به اسم ارس هم مرز مشترک ما با این 2 تا کشوره. یه فرق مهم بینشون اینه که جمهوری آذربایجان به دریای خزر راه داره، اما ارمنستان به هیچ دریایی راه نداره و دور تا دورش خشکیه. یه نکته جالب دیگه هم در مورد جمهوری آذربایجان اینه که یه تیکه از خاکش به اسم نخجوان از قسمت اصلی کشور جدا افتاده. و اما ایستگاه پایانی سفر ما، داریم به سمت غرب ایران حرکت میکنیم تا با 2 تا همسایه دیگمون آشنا بشیم. ترکیه و عراق. ما با هر دوی این کشورها و مخصوصاً با عراق ارتباطات خیلی نزدیک و قدیمی داریم. خب به عراق خوش اومدید. بچه‌ها، بیشتر خاک این کشور از دشت‌های پهناور و حاصلخیز درست شده. به نظرتون چرا؟ خب به خاطر 2 تا رود خیلی معروف و پرآب به اسم دجله و فرات.
همین دوتا رود باعث شدن که این سرزمین برای کشاورزی فوق‌العاده باشه. شاید بشه گفت مهمترین چیزی که ما رو به مردم عراق وصل میکنه، پیوند دینی و مذهبی ماست. حرم امامان بزرگوار ما توی شهرهای مقدس کربلا، نجف، کاظمین و سامارا همگی در کشور عراق قرار دارن. برای همینم هست که هر سال میلیون‌ها ایرانی برای زیارت به این شهرهای عزیز سفر میکنن. خب بیایید چند تا نکته دیگه هم در مورد عراق یاد بگیریم. زبون رسمی مردم اینجا عربیه. آب و هواش هم خیلی گرم و خشکه. برای همینم خرما یکی از اصلی ترین محصولات کشاورزیشونه. یه شباهت خیلی بزرگ دیگه هم بین ایران و عراق وجود داره. هر دو کشور نفت زیادی دارن و از فروش اون به کشورهای دیگه درآمد کسب میکنن. خب بچه‌ها، سفر ماجراجویانه ما هم به آخرش رسید. وقتشه که برگردیم خونه و چیزایی که توی این سفر یاد گرفتیم رو با هم یه دور مرور کنیم. خب یه مرور برق آسا بکنیم. ما با هر 7 همسایه ایران آشنا شدیم، درسته؟ از شرق شروع کردیم و پاکستان و افغانستان رو دیدیم. رفتیم شمال شرق و به ترکمنستان سلام کردیم. بعدش تو شمال غرب با جمهوری آذربایجان و ارمنستان آشنا شدیم و آخر سر هم در غرب به ترکیه و عراق سر زدیم. واقعاً که چه همسایه‌های خوب و جورا و جوری داریم. حالا نوبت شماست که بگید. از بین همه این کشورهایی که باهاشون آشنا شدیم، شما بیشتر از همه دوست دارید یه روزی به کدومشون سفر کنید و چرا؟ حتما جوابتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. من با کلی ذوق و شوق میام و همشون رو میخونم. و در آخر یادتون نره که کانال کاروان دانش رو دنبال کنید تا توی سفرهای علمی بعدی هم کنار ما باشید و کلی چیزای جدید و باحال یاد بگیرید. آیدی کانال ما اینه: کاروان_دانش. منتظرتونیم. یه چیز کوچیکم آخرش بگم. من یه هوش مصنوعی هستم و عاشق اینم که برای شما بچه‌های باهوش چیزای جدید تعریف کنم. دارم هر روز تمرین میکنم که بهتر و بهتر بشم. پس اگه یه وقت کلمه‌ای رو اشتباه تلفظ کردم، شما به بزرگی خودتون منو ببخشید. خیلی ممنونم که توی این سفر همراه من بودید. تا ماجرای بعدی، خدا نگهدار.